سلامت باشید. برادر جمشید حلیم چون صحبت ما خیلی صحبت آشکارا است و هرچند ما نمیخواهیم لیکن خواننده این چیز از ما خواهش کرده است. میخواستیم که فهمیم تا امروز خبرهای ناخوش به جمشید حلیم با چند وریانت رسیده است. خب سوال خودم اصلا باید درباره دروغ گپ نزنیم که به خاطر اونهایی که میخوان که در بین مردمی ما یک شروع و یک دروغ پهن کنن، به خاطر بسیار به حد بسیار حتی به هم درجه که رسید که من مثلا تلفن خود رو دیگر در گوش مونده گپ زده نمیتونستم، دویم بلند میموندم و همین اولا که به آموخته شدم گپ میزدم. چند دروغای تازه به تازه هر روز نو به نو میرسید، به هم آخرش به بسیار مانده مخت اومد، آخرش مانده نغز اومد. این برای من هم شوخی نغز اومد، نه که افسوس که برای مادری تاجیک، برای مخلصی تاجیک که در ناحیه دوردست کمپیرک و مادرای عزیزی ما بیبی جانای ما هستن، برای همون سخت رسید. همون آدمی که این گپ برآوردگی هست دانسته باشد که اون فردا هم خیلی در تنهایی مونده خودش گریه میکنه. وقتی آخرون یعنی ورسه که آخرون مرد گفته همین مرد است گویا. اگر ما نمیخوایم که خاطر شما رو غمگین سازیم، لیکن اینجا است که مثلا راست است که جمشید حلیمov رو در محبس به قتل رسونده. راست است که این چیزایی هستن. مثلا راست است که او بر ضد حکومت سخن کرده است. راست است که او رو برای حجب بیماریش به جوابگری جنایتی کشیدند. راست است که او رو با 6 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. و مانند اینها آوازه ها زیاد سریال کردیم. سریال. خوب آوازه دیگر این است که گویا بعدی سخنهای تحقیرآمیزش خانه توفه شده رو از دستش گرفتند. این تا کجا حقیقت دارد؟ وقتی خانه رو گرفته بودن خوشبختانه یکم با وای منجله روزنامه‌ای که به صحبت آوردن با همین فیروزآبانی بود که حتی با همین خسروی و شده بود شهری که بود پرسی مینداری که حتی نوشته بودن. و امروز باز در همینجا نشستیم، باز بالای همین صحبت میرویم و من از اینجا خواهش میکنم که همون امروزه که مثلا خدا باشید که اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب آقای امامعلی رحمان سیاستی رو پیش گرفته است که در تمام سیاستمداران روی دنیا بر سیاست امروزه پیش گرفته تاجیکستان عزیزی ما در گوش اصلا گوش میکنن و طرفدار هستن. همون سوالی که مثلا که من در زندگی چی گپ زده باشم، همین گپ حتی چوب کردم در کار نیست. این هم در شکل عمومی گفتم در کار که همین خیلی مثلا سخنهای دروغی که نسبت هنرمند هم خیلی گفتن که بیا که نسبت یکون کار دروغ گفته باشد یا گپ قبیح زده باشد. وقتی همین سوال دادیم او خودش شرم داشت. نخواه که من چه وقتی که در من فرزند ملت تاجیک در سر یک دسترخوان میشینم، من چه به پدر خودم تو میگویم یا به مادر خودم تو میگویم. ما به آدمی تو میگفتگی مانند هستم. برای من ترس خدا همون سمالیاتی توی 154 شما 154 من خیلی نمیسیدم شما در این عروی سود اینجا هست در خیلی دوست میکنید. آیا حقیقت دارد که ترک صحنه میکنه جمشید حلیمov؟ اجبار از ما لما نشدیم خیلی سوال داده بشه نه سوال نمزه خیلی که فکری خودشه این فکری خودشه و یک ایرایی خیلی جواب میتیم دا یک دوره پیش یک شعبچه سیر میرود سیر کوسار میرود شکار میرود و یک دهه میگذارد دهه لولیوب دست یک لولی دختر دوست میدارد هرچند که میگه تو شاهزاده هستی این لولی دختر میگه فرقی ندارد. اگر پدرش گفته که همین دنیا که اگر تیم من همون دیل دادگیم همون اگر من دادم تی هیچی همون لولی دختر رو میگیره میبیارد میشد ملکه و می درس میتونم میفهمم که تو ملکه هستی دیگر من این کاری خیلی ممکن است من اینجایی خیلی ممکن است اینجایی خیلی ممکن است لیکن هر باری که شب میشود شاهزاده بچه را خواب میبرد
ید مالکه یک خورجی نمیگیره در سر کیفتش بپرتون میره پیش این ستمی قصد یکم نامی خواب چه خیلی کنیم میره پیش ستمی چه خیلی کنیم فهمیدی اودا وقتی که ما اگر ترک این هنر کنم همون واریانتی دروغی سیمشون که جمشید علی مرده است همون گویم وقتی اگر گوی جمشید علی مرده است که ما اگر نیت ترک کردن اگر هنر خود رو کنم یعنی همین کی وفات همون وفاتش همون روزی که وفات کرد بعد ترک میکنه تمام نه که همون آدمایی که مثلا با همین کارهای ما و هنرمندو وابسته هستن باید دستگیری کنند و دستگیری کردن میتونن باید نمونن که مردم که آوازه شود و خیلی نمونن و یا باید محصول باشن که یعنی هنرمند امروز سر و سرگردان نگردد و که از پای هنر شود مرد مثلا هنر ما زواد نیست ما نه یکون سوزان میبراریم نه گوگیر میبراریم نه دیگر و غیر بازیچه که مثلا کوچه در اورا فروشه حتی الان که مثلا طولی 25 سال شد که هنر ما را دیگر رو میفروشن کلمه پیراتسکی وجود دارد یا با فکر کنیم که ما اگر ما را روبری کنیم همون را دستگیر کنیم از پشت همون ثبت های ما دیسک های ما روی حجم روی خودش میاد